سلام و وقت بخیر. به خبرهای دیدگاه و تبصره با من رازی اختری از تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. تبصره اول: انتقاد نصیر احمد فایق از کوچ اجباری. تبصره دوم: محمد محقق فرار از پاسخ از مسئولیت دوران جمهوریت. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل با انتقاد شدید از اقدام طالبان در کوچ اجباری باشندگان بومی پنجاب ولایت بامیان آن را ظلم آشکار و نقض سریع حق مالکیت و کرامت انسانی خوانده است. فایق روز چهارشنبه 8 اسد در صفحه اکس تاکید کرده است که این عمل طالبان در غصب خانه ها و زمین های مردم برخلاف آموزه های اسلامی، عدالت اجتماعی و تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر است. او افزوده است: هیچ فریاد یا گروه حتی به نام دولت حق ندارد خانه و زمین مردم را بدون فیصله محکمه مشروع و پرداخت بهای معادل آن به زور تصرف و به دیگران توزیع کند. فایق با یادآوری وعده های مقام های طالبان برای ساخت سرپناه برای محرومان در بامیان گفت که چگونه همان کسانی که وعده خانه می دهند امروز خانه های مردم را به زور می گیرند. اگر نمی سازند دست کم ویران نکنند. این در حالی است که پس از کوچهای اجباری در ولایت غور اکنون طالبان اقدام به کوچ اجباری باشندگان بومی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان غصب خانه ها و زمین هایشان را کردند. کوچ اجباری هزارها از بامیان در ادامه تنش‌ها میان کوچی‌ها و ساکنان محلی طالبان ده‌ها خانواده هزاره را از یک روستا در ولسوالی پنجاب بامیان به زور از خانه‌هایشان بیرون کردند. این اقدام به کوچ اجباری و به جا شدن ساکنان منجر شده واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته باشد. خب، از نگاه دیدگاه و تبصره این است: ولسوالی پنجاب در بامیان افغانستان مدت است که با این نام شناخته می شود. البته این از قدیم ها نیست. این ولسوالی که در بخش مرکزی ولایت بامیان واقع شده است دارای تاریخچه ثبت شده است که به آن حداقل به سال 2011 برمیگردد، زمانی که کرزی رئیس جمهور بود. مشخصات ولسوالی توسط دفتر فرعی کمیسارای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در منطقه مرکزی مستند شد. علاوه بر این اسناد نقشه از سپتامبر 2011 البته نام این ثبت شده. سوال در اینجاست که در گذشته ها قبل از 2011 ولایت پنجاب وجود نداشت. آیا در ولایتی که اصلاً به این نام بود یعنی پنجاب این اسم باید در قندهار، فرا و پکتیا می بود که پنجابی ها و املستان پنجابی ها است؟ چی طور بامیان با اسم پنجاب در اینجا ولسوالی داشته باشد، ولایت داشته باشد؟ در سال 2011 به دوران کرزی رئیس جمهور اسبق و حالا بعد از 15 سال بعد قومی به نام کوچی مردم بومی و بامیان را اخراج می کنند. با توجه به اطلاعات موجود تعیین تاریخ یا سال دقیق که نام ولسوالی پنجاب با آن اختصاص داده شده است قبلا وجود ندارد. با این حال شایان است که این ولسوالی در سالهای اخیر حضور مستند داشته که از جمله جزئیات مربوط به جغرافیای جمعیت حکومتداری دوران کرزی قبول شد.
که به دنبال زمینه تاریخی خاص یا رویدادهای مربوط به نامگذاری این ولسوالی هستند که روز مردم اصیل بومی را کوچ دهند و این ولایت پنجاب را برای پنجابی ها به نام کوچی ها جاگزین کنند. و حالا بعد از 15 سال همان پلانشان بالای هزاره ها و با کوچیدن اجباری که این ولایت پنجاب در بامیان مربوط به کوچی هایی که در پنجاب از پنجاب آمدن، مردم بومی را بسیار به وضع اسفبار از خانه و آشیانه هایشان کوچ می دهند. چون این پلان در آن دوران ساخته شده بود که اینها باید شهر بامیان که هزاره نشین است باید توسط از اینا به نام کوچی ها باید گرفته شود و واقعا ناراحت کننده است. تبصره دوم، اظهارات محمد محقق در تازه ترین خبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در گفتگو با سمیع مهدی هر گونه مسئولیت در قبال سقوط نظام جمهوریت را رد کرده و خود را از عوامل فروپاشی مبرا دانسته است. این موضوع گیری در حال صورت می‌گیرد که افکار عمومی تحلیلگران سیاسی و اسناد متعدد روایت متفاوت از نقش رهبران سیاسی در ناکامی نظام جمهوری دارند. نظام جمهوریت افغانستان بر رغم حمایت گسترده بین المللی در 2 دهه گذشته نتوانست ساختارهای مؤثر و پاسخگو ایجاد کند. فساد سیستماتیک، غلبه منافع شخصی بر منافع ملی ترجیح دادن، قومگرایی و حمایت بی قید و شرط از زورمندان محلی از جمله چالش هایی بودند که به مرور پایه های مشروعیت و دوام این نظام را سست کردند. در این میان رهبران سیاسی که خود بخش از ساختار قدرت بودند نمیتوانند خود را صرفاً در مقام قربانی قرار دهند. محمد محقق به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار جامعه هزاره و شریک قدرت در سطوح مختلف دولت طی سالهای متمادی در تصمیم گیری های کلان سیاسی نقش داشته است. حمایت او و دیگر رهبران قومی از چهره‌های متهم بر فساد و نقض حقوق شهروندی نه تنها عدالت را به حاشیه راندند بلکه به اعتمادی گسترده نسبت به ساختار دولت منجر شد. از سوی دیگر روند انتخابات که میتوانست تجلی دموکراسی و مشارکت سیاسی باشد بارها به صحنه چانه‌زنی های پشت پرده و معامله های سیاسی میان نخبگان قدرت تبدیل شد. در چنین فضای نه مردم بلکه از 2 بندهای حزبی تباری تعیین کننده نتایج بودند. در چنین شرایط اظهارات اخیر آقای محقق را میتوان تلاش برای بازنویسی تاریخ و فرار از پاسخگویی دانست. جامعه افغانستان نیازمند بازخوانی صادقانه گذشته است، نه برای انتقام بلکه برای درس گرفتن از تجربه های تلخ و جلوگیری از تکرار آن. در نهایت مسئولیت فروپاشی نظام جمهوریت تنها بر دوش یک شخص یا گروه نیست، اما انکار نقش رهبران سیاسی گام در جهت تعریف واقعیت و مانی در مسیر بازسازی اعتماد ملی است. از نگاه دیدگاه و تبصره، آقای محقق هیچ کدام خدمت برای مردم خود نکرد. فساد سیستماتیک، غلبه منافع شخصی بر منافع ملی را ترجیح داد. برای قوم خود هیچ کدام استادگی برای مردم هزاره نکرد. حتی وقتی از نسل کشی مردم هزاره مظاهرات و تظاهرات شد صدا بلند کردند، چندین سال قبل این محترم گفت که اگر به خانه هایتان نروید بالایتان آبپاشی میکنم.
یگانه کار و خدمت برای خود کرد و خود را فربه ساخت و 4 خانم گلهای چیده بهاران را به عقد آورد و مانند فراوند زندگی کرد که 4 زن کرد و 4 اولی در شیرپور دارد که حالا هم اگر به نوه بتواند می رود و زندگی رویایی خود را آغاز کند دوباره که روزش عید و شبش برات باشد. هیچ یک خدمت برای دستفروشان، کراچیرانها و مردم هزاره نکرد در مدت 20 سال که یک طبقه شریف و زحمتکش هستند. محقق استاده نشد که من چی در کابل و یا بامیان 100 دکان برای اینها آباد می کنم تا لقمه پیدا کنند و از دستفروشی نجات یابند. مردم بامیان هنوز هم مانند دوران قبل از تمدن به مغاره ها زندگی دارند. نکرد که از همان پول فراوان کفار 100 اتاق آباد کند، مردم را از مغاره ها نجات بدهد. اینها همان مفتخوران دوران جمهوریت است که پولها غارت شد و هیچ خدمت به مردم خود نکرد. هر مصیبتی که بالای بامیان آمد حمایت نکرد. از مردم خود آیا دفاع نکرد؟ آیا این کشور، این کشمش و نخودخوران چی طور می توانستند که افغانستان را آباد کنند؟ دلیل فرستادن کارگران از کابل به قطر چیست؟ آیا وقتی اینها جوانان افغانستان وقتی به داخل مادر وطن خود کار نمیتوانند، آیا چی طور میتوانند به قطر بروند؟ طالبان کارگران افغانستان را با مدرک دانشگاهی برای نظافت، آشپزی و شیردوشی به قطر میفرستند. سند تازه از وزارت کار طالبان نشان میدهد که بیشتر فرصت‌های شغلی برای کارگران افغانستان در قطر غیر تخصصی است، اما شرایط دشواری چون داشتن مدرک دانشگاهی برای استخدام تعیین شده است. با وجود ازدحام گسترده در مراکز ثبت نام، هیچ شفافیت در روند گزینش وجود ندارد. در میان 10 موقعیت تنها 2 شغل تخصیصی دیده می شود. بقیه شغل‌های ساده اند که نیاز به تجربه 5 ستاره دارند. از نگاه دیدگاه و تبصره این است: این زمینه کار برای جوانان افغانستان اصلا مساعد نیست. وقتی زمینه کار داخل مادر وطن برایشون میسر نباشد، آیا رفتن به قطر زمینه کار را مساعد می کند؟ قابل باور نیست. و این بهانه دیگر است که طالبان اقوام و گروپ هایی که شناخت دارند به این بهانه به قطر میفرستند. بعد به آسانی میتوانند توسط این گروه به خارج از قطر به اروپا و امریکا سفر نمایند. دلیلی که از همه کشورها اخراج میکنند، قطر کارگر قبول میکند که این جای تعجب است که چانس خوب برای فارغ التحصیلان مدرسه است. و البته شاید فارغ التحصیلان مدرسه همه به قطر تشریف ببرند و بعدا به هر کشورهای اروپایی و امریکایی خواهد رسیدن. خب شما نظریاتتان را بنویسید. از اینکه با ما بودید تشکر میکنم. شما برنامه‌های تلویزیون زرین را از طریق اپلیکیشن زرین، یوتیوب، سوشال میدیا ما را فالو کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.